با توکل به خدای مهربان و به یاری دلهای روشن، بنیاد خیریه معلمه صاحب مستوره عباسی در تاریخ 7 قوس 1404 بار دیگر همچون فرشته ای از مهر بر زندگی 250 خانواده نیازمند وزیدن گرفت و در سرمای استوغان سوز کابل با توزیع زغال گرمایی امید را در خانه های یخزده آنان روشن ساخت. این کار خیر تنها یک توزیع ساده نبود، نفس رحمت بود، لمس انسانیت بود، تجلی از آیه های مهربانی خداوند در زمین بود. خالق مهربانی می فرماید و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا عند الله. هر نیکی که پیشا پیش بفرستید آن را نزد خدا خواهید یافت. و رسول رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید احب الناس الی الله انفعهم للناس. محبوب ترین مردم نزد خداوند سودمندترین آنان برای بندگان است. در روشنایی همین سخنان مقدس جناب محترم حاجی صاحب سید فرید آقا چون خورشید از سخاوت و دریای از محبت دلهای شکسته را التیام بخشید. دستهای او بوی اخلاص میداد و قدمهایش عطر ایمان. او و همکاران با وفای ثابت ساختند که هنوز هم در این جهان پرغبار انسانهایی هستند که با یک لبخند، یک ذره گرما و یک لحظه توجه دنیای یک نیازمند را به بهشت تبدیل میکنند. ای کاش هر انسان چون حاجی صاحب سید فرید آقا و همکاران عزیزشان تکه‌ای از نور رحمت الهی را در قلب خود زنده می داشت. جهان آکنده از محبت می شد و فقر تنها یک واژه می ماند، نه یک درد. خداوند مهربان این قدم های خیر، اشک های شادی که بر گونه مهرمان جاری ساختید و نیت های پاکتان را در لوح کرامت الهی ثبت فرمایید و در دنیا و آخرت بهترین پاداش ها را نصیبتان گرداند. آمین یا رب العالمین. به نام خداوند بزرگ و توانا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز 28 نوامبر 2025 که مطابق است به 7 قوس سال 1404 به تعداد 220 نفر از هموطنان بی بضاعت ما را که مستحق توزیع زغال هستند برشان زغال توزیع میکنیم که کمک های ما از طریق بنیاد خیریه مرحومه بیبی حاجی مستوره عباسی می باشه که جناب حاجی صاحب سید فرید آقا تمویل کننده پول از این می باشه که از طریق همکارای ما امروز به خیر جمعه توزیع میشه. حاجی صاحب سید فرید آقا در طول سالهای متمادی بیش از 30 سال در قسمت تعلیم و تربیه، احداث مکاتب، افر چای عمیق که در شهر کابل انجام دادن و همچنان توزیع مواد غذایی از 30 سال به این طرف و هموطنان نیازمند ما و در زمستان معروقات، کمپل و وسایل بهداشتی به شفاخانه ها توزیع داریم که خداوند حاجی صاحب سید فرید آقا را خیر بده که هموطنان بی بضاعت ما را وطندارای ما را در این زمستان سرد کمک میکنه. فاسكب